فکر میکنم همه ما حداقل یک بار از این آیکون ها استفاده کردیم، از دکمه پلی، پاز تا هدفون و میکروفون. اما تا حالا فکر کردی که یک ست کامل از این آیکون ها داشته باشیم؟ توی این ویدیو میخوام 25 تا آیکون موزیک رو بهتون آموزش بدم که خیلی ساده و راحت طراحی میشه و میتونید داشته باشین برای کاراتون. ما برای 25 تا آیکون که توی دایره میخوام انجام بدم 5 تا ردیف بالا یعنی 5 تا عمودی افقی میخوایم داشته باشیم که توی نرم افزار ایلاستراتور خیلی راحت انجام میشه. خب آرتبوردی که باز کردم CMYK هست. من میخوام آلت RGB رو بهش بدیم. تو قسمت فایل میام داکیومنت و روی RGB قرارش میدم. خب رنگ‌ها خیلی قشنگ‌تره. توی ابزارها میام الیپس رو انتخاب میکنم. این بالا یه دونه با گرفتن شیفت و آلت که از مرکز یه دونه دایره بکشیم میذارم. میام یک رنگ سبز روشن، مثلا 30 رو میدم، سایان رو 34، مجنتا 0 چون سایان و یلو سبز میشه. این رو کمتر میدم، مثلا روی 18 میدم و اوکی رو میزنم. استروکش رو هم نان میکنم. از همین یه دونه دیگه کپی میگیرم روی خودش. کنترل C F روی خودش کپی میگیره. باز شیفت و آلت رو نگه میدارم و میارمش به داخل. حالا این همین رویه میخوام همین رنگ باشه، یک مقدار دیگه نازک‌تر، ولی زیریه میخوام یک رنگ تیره بهش بدم. تیره ترینش سبزش سایان رو 90 میدم، مجنتا رو روی 60 میدم که یک رنگی داشته باشیم و یلو رو هم روی 50 میدم. میتونیم این رنگی داشته باشیم. اگه بخوایم یکم تیره تر باشه من مجنتا رو روی 80 بزنم، خب میره بر از رنگ سبز خارج میشه، پس میام کی رو بهش عدد میدیم چون قرار نیست چاپ بشه دیگه. اینجوری این رنگش بهتره. خب ببینید من 2 تا دایره اومدم دادم. شاید بگین خب میتونستیم ما همینو بهش استروک سبز تیره بدیم، ولی چرا این کار کردم؟ به خاطری که اون سایه‌ای که میخوام بهش بدم میخوام دقیقاً بیفته اینجا بیفته. ببینید سایه، یه دونه سایه، البته با پن من شیفت رو نگه می‌دارم که نچسبه به اون. اگه شیفت رو نگه ندارم یه دونه نقطه روی دایره میندازه، پس شیفت رو نگه می‌دارم دایره نندازه. این حالتی یعنی یه دونه سایه اینور میخوام داشته باشه. پس میام کلش رو اینجوری میکشم، با دایره رویی انتخاب میکنم، کاری به زیریه ندارم و با شیپ بیلدر آلت نگه می‌دارم اینجا رو حذفش میکنم. یعنی الان ما این رو داریم، روش دابل کلیک میکنم. حالا من این رو خیلی سریع میرم به خاطری که شما اگر ویدیوهای منو دیده باشین و تمرین کرده باشین میدونین که چرا من اینطوری از این حالت اومدم بیرون و یه همچین حالتی شد. اگر متوجه نشدین برگردین عقب و دوباره ببینیدش. خب من این رو یک مقدار میارمش اینجا چون میخوام یک مقدار کشیده تر، یعنی اینجا رو به این شکل داشته باشیم. یه سایه میتونیم اینجا بهش بدیم، میتونیم سایه بهش ندیم، ولی به نظرم یک مقدار سایه‌ش رو خیلی تیره کردم، یکم روشن تر باشه. یک کم از خود رنگ اینجا میخوام تیره تر باشه. این میشه قالب اون آیکونی که ما میخوایم انجام بدیم. کنترل جی رو میزنم، گروپش میکنم. حالا 5 تا ردیف بالا یکم کوچیک‌ترش میکنم. آلت رو نگه میدارم، اسنپ کمک میکنه تو مرکز خودش اینجا بذارم. بقیه‌شو کنترل دی دی دی. ببینید 3 تا 1 2 3 4 5 تا هم داخل این قرار بگیره. پس برمیگردم یه کوچولو دیگه کوچیک‌ترش میکنم، آلت رو نگه میدارم و تو راستای خود این میذارمش. کنترل دی رو میزنم، 1 2 3 4 5. خب حالا همه رو با هم انتخاب و میخوام دقیقاً اینجا قرار بگیرن. خب خوبه. از این قسمت البته میتونیم همینا رو هم آلت رو نگه داریم بیاریمش دقیقاً تو راستای پایین و یه کنترل دی هم بزنیم که 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ببینید این شکلی شد. خب ما الان 25 تا دایره داریم. حالا آیکون‌های مختلف رو توش میکشیم. برای این یکی میتونیم همه رو با هم قفل کنیم. حالا قفل کردنش چجوریه؟ همه رو انتخاب و کنترل تو رو میزنم قفل بشه که اینا جابجا نشن. هر آیکونی رو من میخوام داخل این بکشم. آیکون‌های موزیک پلی داریم. خب یه دونه پلی راحت با ستاره درست میشه. پلیگان رو انتخاب میکنم، کلیک و درگ میکنم با کلیدهای روی کیبورد که جهت پایین رو میگیرم که حالت ستاره باشه. شیفت رو نگه میدارم که حالت صاف باشه و این رو اینجا قرارش میدم. رنگ این رو میخوام یک رنگ زرد بذارم، مثلا 30 رو میدم 16،
مجنتا رو میدم 10، یلو 50 که رنگ زرد داشته و کی هم 0. استروک میخوام بهش بدم. استروکش رو روش کلیک میکنم، حتما استروک رو باشه. با آیدراپر شیفت و نگه میدارم که از این رنگ. اگر شیفت و نگه نداریم خود این رنگی میشه، پس شیفت و نگه میدارم که این رنگ رو بگیریم و استروکش رو اینجا میام زیاد میکنم. روی همین 4 میتونیم 5 هم بکنیم، خوبه، ببینید اینجوری بهتره. و شیفت و نگه میدم بچرخونمش اینور، میخوام رو به اینور باشه. اینو اینجا قرار میدم. این به عنوان پلی که خیلی میتونید یکم کوچیک‌ترش هم بکنید. البته به نظرم استروکی یکم بیشتر باشه بهتر. آره الان بهتر شد. حالا اطرافشو چون دایره هم داریم، اطرافشو هم میتونیم یه کوچولو کرو بکنیم. یعنی الان خوبه. میریم برای بعدی که استوب میشه. استوب هم که دیگه میدونین راحت میتونیم دوتا دیگه، چون روی این انجام دادیم دیگه خودش همین فیل و استروک رو به همون میده. البته اینو یک مقدار فاصلش رو کم آلتو نگه میدارم. این حالتی جفتش رو انتخاب و میتونیم دوباره اینا رو هم اطرافش روی کوچولو کرو بکنیم و فکر میکنم این بزرگه، یکم کوچیک‌تر و اینجا قرارش میدم. برای بعدی هم یه دونه مربع ساده است، اطرافش رو کرو میکنم، اینم روی 5. برای بعدی یه دونه از این کپی میگیرم اینجا میذارم، آلتو نگه میدارم، یه کپی دیگه جفتش رو انتخاب میکنم. حالا میتونه یک مقدار این بیاد جلو، نه خوب بود. دوتا رو انتخاب کنم، دوباره با شیپ بیلدر دیگه اینجا دیگه آلتو نگه نمیدارم، حالت مثبت باشه اینجا رو این شکلی میکنم. ببینید یه حالت فکر میکنم این هنوز باید یه کوچولو میومد جلوتر، حس میکنم یه جوریه. الان فکر کنم خوبه، درسته؟ یکم هم کوچیک‌تر. یه دونه برای اینوری میخوام، راحت میتونیم با رفلکتور آلتو نگه داریم و یه کپی یه دونم اونور بندازیم. برای بعدی میام یه دونه حالت رکتانگل این شکلی میکشم، اطرافش هم کرو میکنم و یه دونه میتونیم حالا از همین کپی بگیریم و این رو بچرخونیم اینور، سایزش رو کوچیک‌تر میکنم میذارم اینجا. دیدین چی شد؟ حالا متوجه میشین که چی میشه. همه اینا روی 5 و یه دونه دایره هم روی سر این قرار میدم. فکر کنم دیگه متوجه شدین که چی بود. به این راحتی اینا همه رو انتخاب روی 5 و این رو اینجا سایزش هم کوچیک و همه رو گروپ کنیم. کنترل جی بزنم گروپ میشه. ببینید این برای میکرو. و فکر میکنم اینجا روی 4 بزنیم یا کمترش کنیم تا روی 4 خوبه. بعضیاشون انگار بیشتر استروک داره نشون میده ولی خب همشون 5. برای این یکی میام یه دونه رکتانگل این شکلی مربع، یعنی شیفت رو نگه داشتم که حالت مربع شد. اینجا میذارم، میرم بالا، آلتو نگه میدارم، یه دونه پایین اینجا میذارم، آلتو کنترل جی رو میذارم که یه دونه هم اینجا باشه. اینو یک مقدار کوچیک‌تر میکنم، اینجا قرار میدم. یه همچین حالتی بیام استروک رو بردارم، شیفت و ایکس رو بزنم، خوبه. اینو میارم یک مقدار پایین‌تر، اینو هم بیارم اینجا، آلتو نگه میدارم اینجا میذارم و یه همچین حالتهایی رو برای اون فیلمایی که کنارش هست یکم اینو پهن‌ترش میکنم. آلتو نگه میدارم، کپی و کنترل دی رو میزنم. میبینید ایناست دقیقاً قطعه فیلم. همه اینا رو انتخاب، کنترل جی، حالا رفلکتور، آلتو نگه میدارم، مرکز این یه دونه کپی میگیرم. میتونه حالا جابجاش کنیم. حالا این کجاست؟ این از اینجاست، این یکی هم یک مقدار بره این ورتر. خب این ستا رو فیلشون رو حذف میکنم، شیفت و ایکس رو میزنم این حالتی بشه. خب حالا یک مقدارم میچسبونمش به اون دوتا. اولی رو انتخاب میکنم، کنترل سی اف روی خودش کپی میگیرم، شیفت و آلت رو این شکلی یک مقدار میبرمش که از کات بزنه بیرون. این دوتا رو انتخاب میکنم، یعنی هم زیرین هم روی، چون حالا رنگشون این همه شاید متوجه نشیم. ببینید الان من روی رو بیام رنگش رو عوض کنم، میبینید هم ما زیری رو داریم هم روی، جفتش رو انتخاب و با شیپ بیلدر آلتو نگه میکنم، اینجا رو حذف میکنم و حالا این و این یکی رو کرو میکنم که این حالتی بشه. میبینید حالت اون فیلم رو اینجوری بهمون بده. برای پایینی هم میتونیم حالا از همون بگیریم، به جایی که پایینی رو درست کنیم آلتو نگه میدارم، میاد اینجا قرار میگیره، کپی رو میزنم. حالا این یکی وسطی رو با آیدراپر از این رنگ میگیرم که حالا وسطیه،
این رنگی بشه. ببین برای بعدی یه دونه الیپس با آیدراپر از این میگیرم، دقیقا روی 4 میذارمش. خب یه دونه خط از مرکز، ببین اسنپ ها کمک میکنه، شیفت رو نگه میدارم که صاف بیاد پایین و از قسمت استروی کپش رو کرو میکنم، یعنی این شکلی. یا جفتش رو میتونی انتخاب کنیم، وسط چینش بکنیم. این رو میام رو قرار میدم، arrange front این شکلی باشه. جفتش کنترل جی گروپ و میام آلت رو نگه میدارم، مرکز البته اینجا میخوام بیفته و یه دونه دیگه آلت رو نگه میدارم اینجا و میچرخونمش. الان یادتون اومد چیه؟ برای هدفون میتونیم از رکتنگل راوندد هم استفاده کنیم، ولی نه، رکتنگل رو خودمون کروش کنیم خیلی بهتر. از این رنگ میگیرم، اطرافش رو کرو میکنم. البته اونا همه 5، این 4، از این روی 5 میذارم. خب آلتو نگه میدارم، میبرمش اینور، جفتش رو انتخاب یکم پایین تر. میام یه دونه الیپس میکشم، البته الیپسی که یک مقدار کشیده تر باشه بهتره. خب این قسمت پایینش رو میام حذف میکنم، یعنی میکشم، جفتش رو انتخاب و با شیپ بیلدر، من عاشق این شیپ بیلدرم، میام داخل اینو کلا نان میکنم، این دوتا رو هم میارم رو ارنج و رو قرارش. این قسمت پایین رو باید حذفش کنیم که میتونیم توسط قیچی، این تیکه هست، این تیکه هم هست و این رو حذف کنیم. این میشه برای هدفونی که داریم. کنترل جی رو میزنیم، یک مقدار سایز کوچیک‌تر، یک مقدار دیگه بزرگتر و اینجا قرارش میدیم. بعدی اینجا میام یه دونه دایره میکشم، یه دونه کادرم اینجوری میذارم کنارش، یعنی اطرافش هم میخوام یه کوچولو کرو بشه. خوبه. قسمت پایینش رو میام یه دونه مثلث، میخوام میکروفون انجام بدم، میکشم و این دوتا رو شیفت رو نگه میدارم که بیاد سمت چپ. این دوتا رو میارم رو ارنج و این شکلی و یه کوچولو هم میارمش اینو پایین تر و اینو میتونیم کنترل جی بزنیم و کجش کنیم که اون حالت میکروفون رو بهمون بده. میریم برای بعدی. یه دونه دایره، خب یه دونه میارم پایین دایره اینجا و یه دونه اینجا. حالا با پن میتونیم اینا رو به هم وصل کنیم که البته انتخابش میکنم و فیلش رو نان میکنم. میتونیم اینو زیر قرار بدیم یا این ستا رو بیاریم رو، فرقی نمیکنه. حالا همه رو انتخاب با این کنترل جی و اینجا قرارش میدیم. میتونیم برای این از مثلث اینجا یه دونه کپی بگیریم، بچرخونیمش و یه دونه هم رکتنگل اینجا بکشیم و کروش کنیم. این دوتا رو انتخاب و روی 4. حالا برای اینکه یکم بهترش کنیم اد رو میزنم اینجا، یک کلیک، اینجا هم یک کلیک. خب انکر پوینت رو میزنم و اینو میارم اینجا. میبینید الان خیلی شبیه اون چیز شد، بهش چی میگن که صدا از توش میاد بیرون، بلند کن. خب یه دونه هم با پن من میام اینجا، یک کلیک اینجا، یک کلیک اینجا و یه همچین حالتی بهش میدم، انتخابش میکنم و فیلش رو از بین میبرم، سایزش رو هم یک مقدار کوچیک‌تر. یا میتونیم یه دونه دایره هم بکشیم، یه دونه دایره بکشیم، اینجوری هم خوبه. و از مرکز این با شیپ بیلدر اینجوریش کنیم، دوباره از قیچی استفاده کنیم، اینجاها رو از بین ببریم و اینو بذاریم اینجا. به نظرم این بهتره. حالا از این میام یه دونه دیگه اینجا، سایز کوچیک، زوم. خب حالا از این آلتو نگه میدارم، یه دونه کپی، آلتو نگه میدارم، یه دونه کپی. خب همه با هم، البته این ستا و سایزش رو روی همون 4، البته زیاده، روی 3 میذارم. حالا همه رو با هم انتخاب، سایز کوچیک و اینجا قرارش بدیم. میتونیم البته اینو یک مقدار ببریم عقب‌تر. برای بعدی هم از همین، البته اینو یکم کوچیک کنم، از همین یک کپی
خب به جای این میایم از ضرب در استفاده میکنیم، میام از همون لاین استفاده میکنم. لاینمون کو اینجاست. میدونیم میایم از لاین یه دونه اینجوری و میام چپش میکنم، روی 3 قرارش میدم و انتخاب شده است و آلت رو نگه میدارم و کپی رو میزنم. البته به نظرم این باید یک مقدار اینجوری میشد که دقیقا به اون چیزی که میخوایم. الان خوبه، ببینید صدای الان قطعه. برای بعدی میام یه دونه الیپس از مرکز از این رنگ میگیرم که این شکلی باشه و اینو مرکز دقیقا قرار میدم. کنترل سی اف یه دونه بزرگتر، البته اینو میخوام زیر قرار بدم، البته تو بک فوروارد این باشه و فیلش رو بردارم این شکلی. خب سایزشون هم که کلا میذارم روی 4 خوبه و 4 تا دایره این اطراف ما میخوایم دیگه. شیفت و ایکس رو که بزنیم یک مقدار دیگه کوچیک‌تر اینو اینجا قرار میدم. این مال چیزا هست دیگه، کلا برای والا اسمشون رو من نمیدونم چیه، یه همچین چیزی هم ما داریم توی پلی ها و موزیکا. برای این قسمت میام یه دونه رکتنگل با آیدراپر از همین رنگ میگیرم. خب اطرافش رو یه کوچولو کرو آلتو نگه میدارم میارمش پایین و یه دونه هم یه همچین چیزی فیلش رو نان میکنم و یه دونه شیفت و ایکس رو میزنم. خب کنم بدونین همون لینکه یا زنجیره رو میخوام انجامش بدم. اینجاشو کرو میکنم از رنگ بک‌گراند، دقیقا این رنگی که اینجا هست و یه دونه خطم اینجوری با آیدراپر از یعنی اینو نان میکنم و فیلش رو هم استوریکش رو هم میام این شکلی میذارم. این جفتش رو انتخاب میکنم وسط. خوبه. خب یه مشکلی که داره این دوتا باید فیلشون نان بشه. ببینید الان شد اون زنجیره. استوریکش هم روی 5 و یکم میچرخونمش. اگه اینو نداشته باشه این شکلی میشه. این باید باشه که اون حالت خالی شدن رو داشته باشه. میتونید اینجا رو خودتون هم حذف کنید، فرقی نمیکنه. برای نوت یه دونه همچین حالتی با آیدراپر میخوام از رنگ اینا بگیرم. برای نوت این میچرخه، یه دونه خط از اینجا میاد بالا، اینو هم میتونیم این حالتی کنیم. یه دونه دیگه خطم اینجا یک مقدار زوم که دقیقاً بزنم روی خودش این شکلی. سایز بزرگ، اینم روی همون 5 ببینیم چه جوری میشه. روی 4 خوبه. برای بعدی هم یه دونه دیگه اینجا میزنیم با این تفاوت که این یکی رو حذفش میکنیم. یه دونه دیگه اون حالتی که شاید الان بگیم ما اون حالتی که دوست داریم این میره بالا و یه دونه دیگه هم خط میبریم توی این. همش انتخاب کنترل جی. بعدی رو از این میگیرم میذارم اینجا. زوم دوباره از لاین یه دونه اینجا شیفت رو نگه میدارم، یه دونه جلوتر، یه دونه مثلا اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه مثلا اینجا. اینطوری هم باحال میشه. میام یه دونه رکتنگل میکشم با آیدراپر از این رنگ، اطرافش کرو، آره کامل کروش میکنم. اینجا میذارم یه دونه دایره از مرکز، دوباره میام قسمت بالاش رو اینجا میخوام کرو باشه دیگه، جفتش رو انتخاب و این قسمت ها رو حذفش میکنم. اینو بذارین رو قرار بدم که ببینید الان من میخوام چی کار کنم. اینو هم نان میکنم و دوباره با قیچی. شاید شما خیلی از راههای دیگه، راههای راحت‌تر یا سخت‌تر، هر راهی که خودتون راحتین انجامش بدین و فقط این چیزی که من خودم این شکلی انجام میدمه. و این قسمت رو هم میام یه دونه که میخوام حالت چپ باشه و یه دونه دیگه هم این شکلی که این دوتا رو انتخاب میکنم و البته این دوتا میخوام مرکز باشه. حالا همش یه کوچولو به نظرم بره بالا. الان خوبه. همه رو با هم کنترل جی، سایز کوچیک و اینجا خوبه. خب برای بعدی هم مثلا این دونه این صدا هست، بعدی میخوایم میوت بشه مثلا. خب برای میوت یه دونه خط میکشم روش.
خب باز کپ رو میزنم حالت اطرافش کرد بشه. ولی توی میوت اگر دقت کرده باشین اینجا نیست دیگه، اینجا حذف شده. حالا من همه رو انتخاب میکنم. ببینیم با این میتونیم اینجا رو خرابش کنیم که نتونستیم خرابش کنیم. پس یه دونه از این من کپی میگیرم میارم اینجا. حالا انتخاب، دوباره شیپ بیلدر، این قسمت رو حذفش میکنم این شکلی و داخل این میام کلا داخلش رو پاک میکنم. این یکی رو انتخاب میکنم، میام این قسمت های بالا رو پاک میکنم با قیچی، یعنی یک تیک اینجا، یکی دیکم اینجا و قسمت بالایی رو پاک میکنم. ببینید این شکلی شد. بعدی میام یه دونه خط صاف، یه دونه اینجا کج میشه و یه دونه هم دوباره صاف میشه که همین رو هم ما کپش میکنیم و اینو اینجا قرار میدیم و یه دونه هم بذارین از همین کپی بگیرم، از این یه دونه کپی میگیرم میارمش اینجا، سایزش رو کوچیک اینو اینجا میذارم، فیلش رو از بین میبرم و استروکش رو شیفت و ایکس میزنم که این شکلی بشه. یک مقدار میارمش جلو، الان خوبه. همه رو انتخاب، کنترل جی. حالا دوباره میام رفلکتور رو انتخاب میکنم، آلت رو نگه میدارم، کنترل رو میزنم که این بیاد پایین اینجا قرار بگیره. یه کوچولو هم اینجا، خب شما هم میتونید یه دونه لاین بکشید. حالا من از این میگیرم، شما هم میتونید لاینش رو کم میکنم، هم میتونید یه دونه لاین اینجا بکشید، همین کاری که برای این کردیم. خب همه رو انتخاب بکنیم، با شیپ بیلدر آلت رو نگه داریم، اینجا رو حذف بکنید و اینا رو هم که کلا حذفش بکنیم. هم میتونیم این کار رو انجام بدیم که حالا این قسمت باید صاف باشه. خب هم میتونید بدون که شما یه لاین بکشید یه دونه بیاین مثلا رنگ با ایجاپر از این رنگ بگیریم، مثلا این شکلی باشه. خب میتونیم کلا از خود رنگ بذارید، من با این اینجوری قشنگ توی راستا بذارمش. خب بعد به این میچسبید. الان خوبه. یا میتونیم از رنگ اینجا بگیریم ببینید این شکلی بشه که حالا همه اینا رو دوباره کنترل جی و سایزش رو کوچیک میکنیم. بریم برای یکی مونده با آخر. رکتانگل انتخاب میکنم، یه دونه مربع با ایجاپر از این رنگ میگیرم، اطرافش رو یک مقدار این شکلی، داخلش رو میخوام خالی کنم چون اون فلشی که میخواد از پایین بیاد، از بالا بیاد به پایین و کپش میکنم. یه دونه فلشم ما به این شکل نیاز داریم تو راستای خودش. فکر میکنم آره اینجوری. ببین اسنپ ها بهمون کمک میکنه جفتش رو، یعنی این و این انتخاب وسط چین. الان خوبه. یه دونه دیگه هم خط میخوایم اینجا داشته باشیم، میتونیم حالا این و این یکی خط هم بگیریم، باز وسط چینش کنیم اینجا دقیقا قرار بگیره. باز این قسمت هم میتونیم مثل همون قبلیه که گفتم با ایجاپر از رنگ اینجا بگیریم، همه رو انتخاب و کنترل جی رو میزنم و میام اینجا قرارش میدم. آخرین گزینه. آخرینم برعکس این میشه، میام میچرخونمش و این رو اینجا قرار میدم. حالا این چون خیلی ضخیم شد میتونی حالت استروک انجامش بدین که استروکش رو کم کنین، چون من اومدم حالت فیل هر کدوم رو انجام دادم. میبینید حالت فیلش رو میتونید استروکش کنین که ضخامتش مثل بقیه باشه. به این صورت. اگر قرار بود فقط یکی از این آیکون ها رو برای پروفایل یا اپلیکیشن مخصوص خودت استفاده بکنی، کدومش بود؟